خب چه خبر رو برای؟ قربونت مخلصم. بچه شما خوبی؟ آره من خیلی دیر نمیخوام حقیقتش دیگه. آره من یه مقدار دیر شد ببخشید. من یعنی این تنها کاری بود که نکرده بودم. حالا اینا پیش میاد دیگه، فعلا اولشیم. امروزم که جای شما خالی، چه ورزشی کردیم و چه حالی داد و قشنگ. انشالله خدمت باشه. بچه امروز ما میخواستیم در رابطه با این دوتا واژه صحبت بکنیم، در رابطه با واژه مطلقه و بیوه. و خیلی جالبه به لحاظ اینکه وقتی میخواستیم صحبت بکنیم در ابتدای کار توی معنا و مفهومش یه کمی مثلا چیز داشتیم، مثلا تصورمون این بود که معنا و مفهومش یکیه دیگه، بعد یه گفتیم نه راستی یکی که نیست و این خودش یه تمایی شد برای صحبت. و خیلی هم به جنسیت کاری نداریم در حقیقت. حالا در حال مطلقه و بیوه همین الان در تصویر دوتا بخواستم بگم دو جوان دیدم که دیگه جوان که دیگه خجالت آوره دو عدد شاخ شمشاد مطلقه میبینیم در تصویر. یه مورد مطلقه هی چیزه تعنیسه، یعنی ما الان مطلقیم. ببین هی تعنیسه یا هی چیزه چیه اون؟ نه اینکه یه چیز به یکی متعلق میشه چیه؟ کسره نسبت، تعلیق، نسبت، تعلق. آره. انقدر که از صرف و ببین ولی واقعا حالا ما هم واردش نشیم، اما تو فرهنگ ما واقعا خیلی اصلا جنسیت اینم. آره یکی از بچه‌ها که الان فکر کنم باید از لایف بنویسم، باید بلاکش کنم، نوشته دوتا پیرمرد پرحاشیه. آره مالکیت هی مالکیت. آره میگم که کلن جامعه دیدگاهی داره دیگه نسبت به این مسئله. ببین اصلا حالا یه چیز مختصر بگیم که حالا تفاوت شرط ساده است. تفاوت بین کسی که مطلقه و کسی که بیوه است اینه که ذاتاً به همسر مرده بیوه میگن و به کسی که جدا شده و طلاق گرفته طبیعتا میگن مطلقه. و خب یه چیزی هم که توش خیلی تاثیر داره اینه که شما وقتی که میخوای طلاق بگیری یا جدا بشی اراده خودت توش مؤثره، ولی در حالتی که شما بیوه میشی ارادت توش تاثیر نداره. یعنی بنا به یک اتفاقی شما بیوه میشی، مگر اینکه حالا در حالت خیلی استثنایی خودت تصمیم بگیری که بیوه بشی. حتی ممکنه احساس کنی که چون طلاق نمیتونم بگیرم حالا بیوه بشه. آره از اون به این پناه ببری. مثلا خودش تا حالا این خیلی جالبه. مثلا اینجوری اینو نشدم تو این فیلم ها، مثلا تو این سریال های ایرانی که همیشه زن و شوهر با هم جنگ دارن، کاسه بشقاب تو سر هم میشکنن. مثلا خانمه بگه طلاق میدی یا بیوه بشم یا بیوه شم مثلا. یه مثلا نه این چطور، این سناریو چطوره؟ مثلا خانمه سر میز شام به مثلا شوهرش میگه که امشب من یا مثلا یا من رو طلاق میدی یا من بیوه میشم. مثلا یه چجوری بعد یه چیز نشونش میده، گوش کن، یه دراپ، یه مثلا قطره چیز نشون میده، میگه توی غذات سم بود و اینم پادزهرشه. یا من طلاق میدی یا ببین ولی چون بیوه شدن حالا یک شرایط حالا ایدئالی نیست و مشکلات خاص خودشو داره، این در مقام یک نفرین توی چیزا هست. مثلا زنه به شوهرش میگه که انشالله تو بمیری من بیوه شم، یعنی این که آره این یک چیزیه که آره هست، یعنی طرف رضایت میده به بیوه شدن به شرط مرگ شوهری که دوستش نداره، بمیری من بیوه شم. یه از این چیزای تکنیکاله خیلی، میدونی یعنی پشتش یه جمله است ولی یه قصه پشتش. یه قصه داره.
ببین توی چیزم توی خارجم همینطوره، یعنی حداقل به زبان انگلیسی که میگن که دیورستی یا ویدود شدی دیگه. آره و اینم قشنگ این تفاوته رو یعنی چیز کردم به لحاظ خب قانونی هم فکر میکنم که یه تفاوت‌هایی داره دیگه. مثلا کسی که جدا میشه مثلا از حق و مثلا از ثروت طرف و سرمایه طرف و اینا یه مقداری بهره مند میشه، کسی که خب میمیره یه مقداری بهره مند میشه. حالا اصلا تو حالت جدا شدن شرایطش با فوت میره در چیز ارث. آره. بعد ببین بیایید در رابطه با کلن دیدگاه جامعه نسبت به این موضوع حرف بزنیم. یعنی مثلا میدونی نگاه آدما، چون من به لحاظ اینکه مثلا 2 جامعه رو حداقل تجربه کردم میدونم که تفاوت فاحشی وجود داره بین مثلا مثلا جامعه مثلا در اروپا، جامعه غرب و بعد جامعه خودمون در ایران. یعنی کاملا داستان در ایران موضوع اول اینه که بسیار بسیار سوال و برانگیز و مثلا پرسش برانگیزه. یعنی حس فضولی همه آدما بلا فاصله چیز میشه، قلقلک میاد همه ها، یعنی اصلا بلا استثنا. و بعدم یه باری داره، یعنی وقتی طرف میاد میگه که من مثلا طلاق گرفتم، کلن بلا فاصله یه بدهکاری توضیحی به مردم اونجا براش ایجاد میشه که خب بعد خیلی حالا مثلا ممکنه خیلی هم روشون نشه واضح بپرسن، ولی با نگاه و حرف و آهنگ و که مثلا سریع بخواد اوایلش میدونی، حالا بعد که دیگه جامعه پیرامون تو مثلا باهات آشنا جدید یعنی هر وقت اینجا میشنون مثلا سریع مثلا خیلی وقتا من دیدم که مثلا خانومه میگه که آره من جدا شدم، بلا فاصله میچسبونه که همسرم معتاد بود، یعنی دستو بالا مثلا من چیز نکردم میدونی. یا مثلا این یکی هم هست، مثلا آقای میگه مثلا من جدا شدم، بعد یه آهی هم در سینه میندازه که آره متاسفانه به من خیانت شد. یعنی زودی از خودش این چیزه رو میذاره کنار، یه آسم رو میکنه که دیگه مثلا مختصر و مفید. آره ببین انقدر این داستان مثلا چیزه، یه برنامه بسیار بسیار آبگوشتی الان در حال تولیده، تولید شده در حال پخش در یوتیوب به نام عشق ابدی. خب میگم بسیار بسیار آبگوشتی برای اینکه من از روی کنجکاوی و بعدم اینکه یکی از شرکت کننده ها رو من میشناسم، ما دیشب گذاشتیم یه مقداری از یه اپیزود رو دیدیم، بعد انقدر دیگه مثلا چیز بود مثلا سبک ساخته شده بود که دیگه نتونستیم تا تهش رو ببینیم. با اینکه من تو یوتیوب دیدم، با اینکه من میگم یه آدمی رو اون تو میشناسم، خیلی دوست داشتم که مثلا تا این پسر بیاد و اینا هی ادامه بدم، ولی بازم چیز شدم. یه آقای اومد اونجا مثلا اینجوریه که چند تا خانم چند تا آقا اینا مثلا میان همدیگه معرفی میکنن، بعد مثلا آقای یوی گفتش که از خودت بگو، گفت من یه بار ازدواج کردم طلاق گرفتم. ببین از مجری تا همه یه مرتبه و بعد تو کاملا میخونی در نگاهشون، یعنی هر جایی یعنی این یک موضوع کاملا تو فرهنگ ما جنراله دیگه. یعنی وقتی یه نفر میگه اولا که این خود داستان طلاق انقدر مثلا سنگینه که شما وقتی طلاق میگیری ترکشش مثلا فک و فامیلت هم میگیره. مثلا طرف طلاق گرفته باشه توی ازدواجهای سنتی مثلا میرفت خواستگاری، یه نکته منفی بود، یعنی از اول خواستگاری هیچ طرف عقب بود اگر برادری یا خواهری داشت که طلاق گرفته. اگر مادر و پدرش طلاق گرفته بودن که احتمالاً بازی 3-0 بازنده اعلام میشد و قرار ملغا میشد، میگفتن که نه بچه طلاق نه به خصوص دختر، بنده خدا
نه این بچه طلاقه، حالا مثلا چی، انگار مثلا ژنتیکه، به حالا انگار طلاق خیلی هم چیز، میدونی چی میخوام بگم اصلا. حالا ببین اصلا حالا تا یه چیز دیگه به ذهنم رسید، تو ازدواج فامیلی طلاق چه کوفتیه. یعنی اون اونجا دیگه ببین اونجا دیگه نمیتونی بگی که همسرم معتاد بود یا به من خیانت شد، چون همه چی کپی که میدونن دیگه. اصلا ببین تو ازدواج فامیلی مثلا دختر خاله پسر خاله نمیدونم پسر دایی دختر عمه فلان اینا میرن تو هم، اصلا یه چیز عجیب غریب میشه. حالا بماند این الان موضوع بحث رو میذاریم، یه اشاره کردم تن و بدن اون بلرزه. ولی حالا این برنامه که گفتی جالبه، منم یه تیکه های کوتاهی ازش دیدم و بگذاریم یه جوری همه چیزش بد بود که اصلا کیفیت تصویرت ذره خراب میشه، نمیدونم چرا اینترنتته. حالا ما وقتی راجع به جامعه صحبت میکنی به نظر من حتی الان 2 تا پوینت به ذهن من میرسه. یکی این که هر وقت ما از جامعه خودمون حرف میزنیم سریع هر موضوعی رو انتخاب کنیم باز اون بحث تفاوتش راجع به زن و مرد و اینا خیلی به ذهن آدم میرسه که وقتی مصداقش زن‌ها باشن تعریفش با وقتی مصداقش مرد باشن متفاوت. از اون گذشته بعد یه چیز دیگه اینه که من فکر میکنم که الان باز بهتر شده، یعنی شرایط الان نسبت به قبل خیلی بهتر شده. یعنی در پذیرش طلاق، حالا شاید یه دلیلش هم اینه که حالا به 1001 دلیل این اتفاق بیشتر افتاد و بیشتر اتفاق افتادنش باعث شد که سلام محسن جان، باعث شد که یه خورده عادی بشه، یعنی مردم متوجه بشن که اونقدر این اتفاق، یعنی هر کسی در اطراف خودش تو خانواده خودش این اتفاق رو پذیرفت و دیگه اون قبحش به اون شکل واقعا عجیب غریب و خیلی حالا مثلا مخرب تو ذهن مردم شکلش تغییر کرد. ببین اون شکل مخرب بذار بگم خانمانسوز، میدونی چرا؟ به لحاظ اینکه اون شکل مخرب که کاملا هنوز وجود داره. یعنی من به عنوان یک آدمی که مثلا خیلی مثلا تجربه اخیری دارم نسبت بهش دیگه و راستش بگم من خیلی اذیت شدم، خیلی زیاد. تازه من مردم، یعنی من مطمئنم که شبنم اذیت‌های خودش رو داشته، ولی من یعنی انقدر نگاه به این موضوع بده، انقدر مثلا ببین خانومی که طلاق میگیره میفته توی یه سری پیچیدگی های خیلی عجیبی که بهش میرسیم الان میپردازیم. خب که آقایی که طلاق میگیره همیشه به عنوان شخصیت بد ماجرا، این به عنوان تجربه دست اول شخصی خودم میگم، به عنوان شخصیت بد داستان همیشه همواره در اتهام اینه که خب تو یا خیانت کردی یا کتک زدی یا خسیس بودی یا شلخته بودی یا نمیدونم فلان بودی، یعنی و بعد تمام بار روی گردن رو دوش توه، تمام بار رو دوش توه و همم میدونی بدون اینکه حتی اصلا پرسش، اصلا خیلی عجیب غریب. یعنی انقدر بیرحم آدمو میزنن تو پر و پاچت. مثلا یارو آدم، مثلا من میرم میبینم بعضی وقتا در رابطه با من دارن جایی صحبت میکنن، مثلا یه نفر بهم زنگ میزنه میگه من در یک آرایشگاهی بودم، آرایشگاهم پاچی قشنگ قانون فساده، یعنی قانون فساد نه فتنه میشینن اونجا با هم حرف میزنن. بعد میگفتش که مثلا خیلی جدی طرف قسم آیه قرآن میخونه که مثلا تو خیانت کردی یا تو اینجوری کردی اونجوری کردی، مثلا نه میشناسد نه مثلا میدونی من مثلا یه طرف کی هست از کجا آمده میدونی، و بعد خب قطعا هم که داره خلاف واقعیت میگه و آدمام که تایید میکنن و خیلی هم دوست دارن و مثلا بشینن و خیلی مثلا دل بدن به داستان و این حرفا و این کمی خیلی چیزتر، خیلی بار سنگینی داره. ولی آقایی که بیوه میشه، خب
آقایی که بیوه میشه فکر کنم از یه خانم بیوه خیلی در جامعه جلوتره، به لحاظ اینکه هم یک سیمپاتی همراهشه، یعنی همیشه آخه مثلا بنده خدا ما آدم داشتیم که بیوه شده، همین بیوه شدنشو کرده کاریر انتخاباتیش رئیس جمهور شده. و ببین حالا واقعا همین ببین بعد جالبه حتی در همین موقعیتی که به نظر تو موقعیت بهتری از چیزه، یعنی بهتر که یعنی قابل تحمل تریه نسبت به متارکه، تو نگاه کن تو همین هم میبینی باز در گذشته حتی زن یا مردی هم که بیوه میشدن برای ازدواج مجدد یه چیزشه که حالا این بذار حالا این شوهرت مثلا خاک گورش نمیدونم خوشه، کفنش خوشه، فلانشه، مثلا باز اونا هم برای ازدواج مجدد دوچار یک چیزی بودن که حالا الان امیدوارم کمتر. نه هنوزم هست بچه‌ها، اینا لگوه لپ نیست، بچه‌های خوبی باشید، آخر لایو بهتون نشون میدم انقدر کنجکاوی نکن. ببین نه اتفاقا هنوزم هست به لحاظ اینکه کمتر شده. آره بابا حاجی، یه زمانی که به خصوص برای خانوما یه زمانی تو بعضی از فرهنگا آقایی که میمرده خانوما رو باش میکردن زیر خاک، بعد حتی با بیلم نمیزدن تو سرش بد بکنن زیر خاک، زنده میکردن روش میریختن، یعنی خیلی خیلی داستان بحرانی بوده. ولی حالا برای آقایون این نگاه منفیه و این چیز دیگه، این که تو همیشه باید مثلا توضیح بدی و فلان کنی و بیسار کنی وجود داره، ولی چیزی نیستش که آقایون نتونن از عهده‌اش بر بیان. یعنی موضوعی نیست که آقایون واقعا مثلا من یه مدتی واقعا ناراحت بودم، یه مقداری هم هرس می‌خوردم اینا، و بعدم باش کنار اومدم و هنوز الان که دیگه مثلا بعضیا میگن و اینا میخندم، میدونی، یعنی برام دیگه کاملا عادی شده. مسئله ای نیست که واقعا زندگی شما رو به صورت مکانیکال مختل کنه، میدونی، اینه مثلا چیه این براد آهنیه که میریزن مثلا تو راهت. ولی برای خانوما حاجی اصلا داستان خیلی غریبه. حالا من قدیم رو نمیدونم، الان خیلی 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 بیشتره. ببین یکی از بچه ها نوشته چرا این القاب باید باشه. اینها لقب نیست، اینها شرایطه و اتفاقا شرایط که باید باشه، یعنی اینها چی میگن بهش باید اسم داشته باشه. یعنی شما بخوای شرایط توضیح بدی در موقعیت چیزی که تفسیر اسمشون نیست، شما نباید بار به این کلمات بدی و الا اتفاقا هر کلمه‌ای باید داشته باشه. شما وقتی میری یه جایی میخوای یک فرمی پر بکنی، یک فرم استخدام رو اگر میخوای پر بکنی در اروپا به خصوص، همه اینها رو باید پر بکنی به لحاظ اینکه موضوعات مالیاتی شما رو مشخص میکنه، توضیحات زیادی رو در رابطه با یک شخص میده و این شرایطیه که شما باید بتونی توضیح بدی. ولی اینکه ما به این شرایط یه چیز غیر از اون چیزی که هست اضافه میکنیم بده. اینکه بهش یه لیبلی میزنیم، وقتی میگیم طرف مثلا بیوه‌ست، حالا باید بیاد توضیح بده که حتما یه غلطی کرده که بیوه شده، حتما یه کاری کرده، حتما یه چیزی شده، یه موضوعی بوده. اصلا اینی که ما انقدر راجع به این مسائل به این مسائل میپردازیم مشکلات این، چون به هر حال اولین نتیجه یک اتفاق این شکلی، حالا چه متارکه باشه چه بیوه شدن باشه، فشار روانی عجیب غریبیه که به یه آدم میاد جدا اصلا از بحث جامعه ها، به خودش به خاطر از دست دادن یه ارتباطی که به حال ارتباط مهم و طولانی براش بوده و به هم خورده. در یک چنین شرایطی بدیهی ترین رفتاری که هر کسی در قبال یه آدم بتونه بکنه همدلیه دیگه، همراهی، همدلی، کمک، اینا. و تو بکن همه اینا رو آدما میذارن کنار و میان به چی میپردازن؟ به کنجکاوی. ببین چقدر خودخواهانه است. میان به کنجکاویه. حالا میگم همه که دارم رفتار غالب رو میگم، یعنی آدم با شعور هم کم نیست در این موارد. این رفتار غالب و اون رفتاری که ما داریم نقدش میکنیم اینه که میان همه
اینا رو میذارن کنار و به کنجکاوی خودشون که دقیقا بی ارزش ترین اتفاق در اون شرایطه میپردازن و شروع میکنن به قضاوت کردن راجع به انتخاب‌های فردی آدم و مسائل خصوصیشون. حالا میدونی یعنی دقیقاً، حالا من به عنوان کسی که خودم همیشه معتقدم که اصلا آدم‌ها باید قضاوت بکنن، فکر می‌کنم این جمله اشتباهیه که میگن قضاوت نکن و آدم محکوم به قضاوته. میگم اتفاقاً جایی که استثنای این قاعده است مسائل خصوصی آدم‌هاست. و دقیقاً همون، یعنی همون یه جایی هم که نباید میان قضاوت میکنن و شروع میکنن کنکاش کردن راجع به مسائلی که شاید اصلا اون آدم دلش نخواد که کسی ازش راجع به اونا سوال بپرسه، چون انگار که دارن مثلا با یه زخمی ازش ور میرن. من واقعا پیکی خدا شده بابت مشکلی که تو میدونی الان چند روزه که دوستامون درگیرشه، حتی اخیراً ازش دیگه سوال نمیپرسم، به خاطر اینکه میگم شاید یه فشاری رو دوششه که هی هر روز من بپرسم فلانی چی شد فلانی چی شد. آره این چیزشه، این هی یه فشار مضاعفی بیاد رو دوشش. نهایتش در حالت فرضی دو تا اتفاق ممکنه بیفته دیگه. یکی این که من ازش نپرسم و همین جوری باشه، اون بگه آقا چه بهتر فلانی از من نپرسید، یه فشار مضاعف احساس نکنه. یکی دیگه این که فکر کنه بگه راوی بی معرفت، یه سراغی هم نمیگیره. گفتم اگر حتی اون فکر رو میکنه بذار بکنه، ولی هی من هر روز چیز نکنم ای آقا الان چی شد الان چی شد. آره ببین یکی از بچه‌ها مثلا اینجا نوشته، یا اینکه میگن زن مطلقه شگون نداره سر عقل باشه. اینو من دیدم، یعنی شنیدم. ببین اصلا کلن خرافه و این اعتقادات قدیمی یه داستانی ها. و بعد چقدر راحت آدم ها خرافه رو میپذیرن. دقت کردی آدم ها خیلی راحت خرافه پذیرن و موضوعات فکت رو به سختی میپذیرن. اصلا خرافه فکر کنم به همین خاطر هم ایجاد شده، یعنی به همین خاطر چون خیلی روونه، خیلی قابل باور، نه قابل باورم نمیدونم ولی میشینه انگار، میدونی. ببین یه دلیل چیز داره، یه دلیل منطقی داره که حالا مثلا میگم مختصرا بگم که از حوصله بحث خارج نشه. ببین هر اتفاقی که میفته ما برای تحلیل اون و برای اینکه بدونیم چرا اون اتفاق میفته نیاز داریم که ارتباط بین علت و معلول رو کشف کنیم. درسته؟ یعنی در قالب رابطه علیت ما میفهمیم که یک اتفاق چرا افتاده. خیلی وقتا به دلایل حالا مختلف ما از کشف رابطه بین علت و معلول ناکام میمونیم و در نتیجه اون یک همبستگی بین دو تا موضوع احساس میکنیم و فکر میکنیم علت و معلول رو کشف کردیم. یعنی چی؟ مثال خیلی سادهش اینه که مثلا شما میری توی یه مدرسه ای میبینی حیاتش خالیه. خب میبینی حیاتش خالیه، احتمال که به ذهنت میرسه چیه؟ اینه که این مدرسه تعطیله. این میتونه علت باشه، ولی شما از دو تا اتفاق که همبستگی با هم دارن یک نتیجه گرفتید، در حالی که میتونه 100 تا احتمال دیگه داشته باشه حیات خالی. بچه‌ها ممکنه سر کلاس باشن، بچه‌ها ممکنه جای دیگه منتقل شده باشن، در شرایط تغییر شیفت باشن، هر چیزی هستن. خب اون اتفاق ایجاد یه چیزی مثل خرافه اینجا میفته. خیلی وقتا طرف به جهت اینکه توانایی ذهنیشو نداره، حوصله‌شو نداره، یا توسط یک سیستم عمدن گمراه میشه، اون علت دم دستی که اولین چیزی که به ذهنش میرسه رو فکر میکنه علت غایی و نهاییه. در نتیجه چی؟ مثلا طرف میخواد بیاد یه کاری رو بکنه که میتونه 100 تا دلیل داشته باشه، اون یه دونه دلیلی که به ذهنش رسیده همون از طرف سیستم تو مخش میره، یا خودش حال حوصله فکر کردن نداره، همونو میچسبه و در قالب یه چیز واهی که حالا میتونیم اسمشو بذاریم خرافه باور میکنه و تصور میکنه که علیت رو کشف کرده، در حالی که علیت رو کشف نکرده، فقط اون همبستگی و تشابه رو مبنا قرار داده و خودش رو بود داده. این کار ساده یه دیگه کار راحتیه. بررسی 100 تا آیتم تک به تک و اینکه ببینی کدومش مصداق قضیه است کار راحت تره، یا اینکه اولی رو بچسبی خودت راحت کنی. اولی ببین این که الان این کامنتی که من پین کردم رو اگر بخونیم،
دوباره برمیگردیم به همون پیش‌فرض‌های میدونی ثبت شده در ذهنمون. مثلا در رابطه با همین داستان شگون یکی از بچه‌ها نوشته حالا شوهر یا زن فردی بی‌معرفت بوده در زندگی چه ربطی به شگون داشتن یا نداشتن اون فرد داره و راحت جامعه خرافات رو قبول میکنه. یعنی ایشون اومده الان اون در رد اون خرافه دوباره برمیگرده به همون پیش‌فرض‌های ثبت شده در جامعه. کی میگه که اگر 2 نفر طلاق میگیرن یکیشون بی‌معرفت بوده؟ اصلا چرا ما همواره فکر میکنیم که در یک طلاق یه نفر بی‌معرفتی کرده، یه نفر تقصیر مثلا یک تقصیر این چنین. بابا حالا 2 نفر آدم شاید نتونستن اصلا با هم کنار بیان، هزار تا دلیل. این کلمه عدم تفاهم واقعا کلمه چیزیه، به نظرم کلمه درستیه. یعنی طلاق خیلی خیلی مواقع به خاطر عدم تفاهمه، یعنی تفاهمی ایجاد نمیشه، توافقی ایجاد نمیشه و اصلا خیلی ببین راوی راستشو بهت بگم، ببین ما در یک جامعه آزاد، لااقل یک جامعه 100% آزاد، خیلی احتمال اینکه یک ازدواج و یک همراهی، یک پارتنرشیپ در هر صورت نگیره خیلی بیشتره تا اینکه بگیره. حالا اگرم الان میبینیم که در جوامع مثلا در زندگی امروز شاید آمار مثلا جدایی ها خیلی بیشتر از آمار چیز نیست، این تداوم نیست، که اینطور نیست. به خاطر اینکه ما فقط ازدواج اگر فرض نگیریم، در روابط آدم ها مثلا 10 تا 20 تا پارتنر عوض میکنن تا با یه نفر میمونن مثلا، میدونی. ولی موضوعاتی که یه رابطه رو، هارمونی رو به هم میزنه خیلی بیشتر از موضوعاتیه که هارمونی رو نگه میداره. یعنی خراب کردن معمولا راحت تر از ساختن دیگه. شما یک ساختمون میسازی 5 سال طول میکشه، موقع خراب کردن 15 ثانیه بوم 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 همش میاد پایین دیگه. یعنی اتفاقا نگه داشتن یک رابطه خیلی سخته، خیلی. یعنی odds اینجوریه، چی میگن، احتمالات این شکلیه که خب این شاید نشه، احتمال خیلی زیاد نشه، خیلی باید براش تلاش کرد و خیلی تلاش باید کرد، انتخاب صحیح باید کرد، شانس باید داشت و شرایط و فلان و بیسار، میدونی که اتفاق نیفتاد. بعد در رابطه با، ولی بخوایم برگردیم به قسمت چیز زنها، یعنی بخوایم نگاه بکنیم نقطه نظر جامعه نسبت به زنها، حاجی کار خانم‌ها خیلی سخته در هر دو مورد. یعنی آقایی که همسرش مرده، من معمولا اینجوری دیدم که در پیدا کردن پارتنر خیلی یه گام جلوتره، 2 گام جلوتره در ازدواج کردن اینها. چون میگم انقدر خوب بوده که آدم داشتیم با همین ورشه رفته رئیس، مثلا چیز بزرگترین چیز کمپین تبلیغاتی برای رئیس جمهورش این بوده که این بنده خدا مثلا فلان و بیساره هست. و بعد در رابطه با زنها وقتی یه نفر بیوه میشه، ببین جامعه یک نگاه، هم نگاه ترحم‌آمیز داره، هم یک نگاه بسیار ناسواب بداندیش و کجندیش داره. هم جامعه احساس میکنه که باید برای یارو تعیین تکلیف بکنه و به سرانجام برسونش. یعنی جامعه همینجوری وقتی یه نفر ببینه یکی یه خانومی بیوه شده، احساس میکنه که خب این الان باید شوهر کنه، یعنی آستین براش بالا میزنن، هیچ کس اصلا نظرشون نمیخواد، میدونی. و بعد اگرم کسی بخواد اون رو دوباره برداره و باش ازدواج بکنه، انگار که یک پروداکت دست دویی رو داره برمیداره، میدونی، انگار میخواد چیز بخره، بز بخره، انگار که میدونی چی میگم. در صورتی که نگاهه وقتی ما داریم میگیم جامعه، طبیعتا جامعه شهری با روستایی فرق داره، جامعه شهری طبقات مختلفش با هم فرق داره، یعنی خود اینها باز هی تقسیم. آره. خیلی اینه که واقعا ببین مثلا امروز داشتم وقتی این قرار شد که باید این صحبتو بکنیم، داشتم فکر میکردم که سبو سنگین میکردم و میخواستم مثلا بگم معمولا خانومی که طلاق میگیره
یا بیوه میشه، همه میخوان بکننش. ولی یادم اومد که نه، کلا همه خانوما رو همه میخوان بکنن تو جامعه. دیدی؟ یعنی الان دیگه خیلی تفاوتی نداره. شما مثلا در رابطه هستی نیستی، مجردی، متأهلی، فقط اون آدمی که توی رابطه است به واسطه حضور یک پشتیبان و به واسطه حضور یک صد لااقل، خب همه این جسارت رو شاید نداشته باشن که خیلی علنی اینو عنوان بکنن، از این ور اون ور تلاش میکنن. به این شوخی که نداریم دیگه. مثلا شما خودت در هر سازمان یا ارگان یا شرکت یا مجموعه‌ای که کار کردی، یه جوری گفتی فکر کردم میخوای بگی شوخی که نداریم، شما الان خودت هم میخوای بکنی. نه میگم ببین مثلا من توی شرکتایی که من توی شرکت یا توی مجموعه هایی که یه جوری فعالیت داشتم، هر خانومی وارد اون مجموعه میشد، از صدر تا ذیل، از مدیر، مالک تا آبدارچی، همه تلاششون رو میکردن که این بنده خدا رو به یک کیفیتی ترتیبش بدن. یعنی در محیط کار ایران اصلا یعنی حتی پیش اومده با دوستی صحبت کردم که از همسرش جدا شده بوده و مثلا راجع به یه سری رفتاراش، تغییر رفتاراش مثلا بهش تذکر دادم که تو چرا فلان رفتارت مثل سابق نیست، چرا مثلا به راحتی قد، و گفت ببین علتش همینه، من شرایطم تغییر کرده و از همسرم جدا شدم و من اون آدم قبلی نیستم. و بعد این یه دفعه هم خودم فکر کردم که مثلا خیلی چیز بدیهیه داره میگه، آره چیز ایدئالی نیست، ولی انگار که خیلی هم بیرا نمیگه، چون میدونی خب اون آدم داره خودش یک حس ناامنی از اطرافش میگیره. ببین اون آدمی که یک رابطه، یک پارتنر سولید داره، یک پارتنر مثلا چی میگن خیلی جامد و سفت و مثلا مشخصی داره، خب آدما به این راحتی جرأت نمیکنن. هم فکر میکنن شانس کمتری دارن چون ممکنه که اون مثلا جواب مثبتی از اون خانم نگیرن، همین که از اون یارو میترسن، از حضورش فلانش، تلاششون یه ذره با سرعت کمتر و احتیاط بیشتر. وقتی بدونن که طرف مثلا بیوه است یا مطلقه است، ببین حمله ور میشن بهش، یعنی یک اعتماد به نفس چیزی به وجود به دست میارن. و بعد یه موضوعی که ما قبلا در جامعه داشتیم، الان دیگه فکر میکنم خیلی کم شده که بازم خیلی لزوما به نفع خانوما نیست، یعنی این چیز که وضعیت بهتر شده باشه. یه زمانی در جامعه ایرانی موضوع ورجینیتی و بکارت و اینا خیلی بولد بوده. الان تقریبا دیگه حداقل در شهرهای بزرگ این موضوع دیگه از جامعه از خیابون دیگه رخت بربسته دیگه. الان دیگه مثلا خانم ورجن و دختر باکر و از این حرفا دیگه تقریبا این موضوع مثلا شاید فراموش شده، در حال فراموشی. ولی قبلا این خودش دوباره یه داستان دیگه ای داشت حاجی. یعنی خانم مطلقه یا خانم بیوه یعنی یه متریال قابل دسترس و میدونی، یعنی به من بچه بودم و از یک انسان بسیار معقولی، آدم خیلی معقول، اصلا نمیتونم برات مثلا خیلی عجیب بود، یک آدم ادیب نویسنده مثلا آنچنان، داشت با یک کس دیگه ای صحبت میکرد و اتفاقا هم موضوع صحبتشون هم خیر بود، یعنی داشتن تلاش میکردن که یک کار مفیدی برای یه نفری انجام بدن. بعد یوم مندم که طرف از یک اصطلاحی استفاده کرد، گفت ببین برای این یه بیوه میوه پیدا کن. بعد من یهو گفتم این چی گفت؟ بیوه میوه. حالا داستان چی بود؟ داستان رو بگم. داستان این بود که یه بابایی داشت برای این آقا که خیلی آدم صاحب نظریه درد دل میکرد که من پسرم دیگه بزرگ شده، به سن مثلا شر و شور شده، نه
و دیگه زده به بازار و این ور اون ور و دختربازی و اینا. بعد اینا هم متدین و مذهبی بودن، خب، و بعد مثلا فکر میکردن که بچهشون مثلا نباید بره گناه بکنه، اینجوری گناه میکنه و این حرفا. هم نگران این بودن که چون خانواده متمولی بودن، نگران این بودن که این پسره رو یکی گول بزنه و بره و دیگه بفهمم که این پسر فلانیه، دیگه مثلا برن تو کارش. یعنی هم میخواستن دینشون رو مثلا به کیفیت نگه دارن، هم مالشون و اینا، و همین که این کلا این کارا زشت و عیبه دیگه. بعد اون بنده خدا تازه اینی که اینو میگفت از مثلا از روشن فکریش، خب میگفت یه بیوه میوه پیدا کن، سیغش کن. نگاهش تو مایه چیز بوده، مثلا یه ماشین بی خط و خش. آره. بعد یه چیز دیگه بهت بگم، ببین خیلی یه ماشین مدل پایین ولی بی خط ببین خیلی یعنی من اون شخص یک جوری در نظر من سقوط کرد. من دیگه مثلا هر وقت صحبت کتاباش و آثارش میشه مثلا میگم باره بابا. ببین منظورش این، میدونی چی گفت دقیق پرسایس بهت بگم؟ بهم گفته، به اون بنده خدا گفتش که یه بیوه میوه پیدا کن و فقط مقدمات آشنایی یا روبرو شدن اینها رو تو فراهم کن، کاریت نباشه این پسر چموش مثلا حشری پدر سوخته تو خودش خطو میگیره و میره و بعد من اینجا نشسته بودم میگفتم واقعا فکر میکنن که چی فکر میکنن مگه سیب چیره تا کوچه تو اصلا چی فکر میکنی درباره اون خانومه؟ یعنی تو واقعا تو کلت چی میگذره؟ میگفت تو نگران نباش، این پسره خودش میره و راهشو باز میکنه فلان میکنه، تو فقط مطمئن باش که یک کیس مناسب. یعنی چی؟ یعنی یه نفره که خب مثلا همون گناه به گناه نیفته، دو اینکه قاب بچه رو ندزده دیگه مثلا دیگه. من گفتم حقیقتش اینه که نگاه سنتی ما ایرانی‌ها که حالا مشخصا هم ریشه در مذهبمون داره، هر کاریش بکنی نگاهش به زن کاملا ابزاری و کاملا اصلا بعد ببین اصلا یک باگای عجیب و غریبی توش داره. الان مثلا ما الان داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به این که یک اتفاقی که بالاخره آدم‌ها درش نقش دارن، خب یعنی مثلا داریم متارکه میگیم، حالا اون بحث بیوه شدن، یک اتفاقی مثل طلاق که آدم‌ها خودشون درش نقش دارن وقتی باعث میشه که تحت فشار اجتماعی قرار بگیرن و مورد سرکوفت قرار بگیرن یا حقوقی ازشون سلب بشه، همینقدر ناعادلانه و غیر قابل توجیهه. و تو تصور کن این عمدن تاکید میکنم حداقل اراده خودشون درش تأثیر داره، یعنی ممکنه بتونن درستش کنن نکنن، این خودشون تصمیم میگه ادامه ندن. من نمیفهمم مثلا در شریعت اسلام با این همه ادعا چجوری یه بچه‌ای که مثلا پدر و مادرش به طریق شرعی با هم ازدواج نکردن و حرومزاده قلمداد میکنن و ارث بهش تعلق نمیگیره؟ اصلا در حالا اصلا اینا میگن زنا، من با ادبیات خودشون میگم، من که به زنا اعتقادی ندارم. در زنا کردن زن و مرد اون بچه چه نقشی داره؟ بچه چه تأثیری داره که شما اون بچه رو از حقوق اجتماعیش محروم میکنید؟ بعد ادعای عدالت داری؟ ببین اصلا یه چیزایی که اصلا من خندم میگیره اینا حرف از چیز میزنن، حرف از عدالت و نمیدونم. آره بعدم میگه ببین حداقل اونا خودشون گرفتن، اون بچه چیکار میکنه؟ لامصب اینا یک جوری هم میدونی چیز چیه؟ ببخشید بگم بچه‌تون اگه نمیدونید، بچه‌ای که پدر و مادرش زنا کرده باشن از ارث محرومه و از حقوق اجتماعی محروم. ببین وقتی که دین اسلام وقتی میخواد مثلا بیاد به عرصه مثلا رقابت، مثل اون ژنراله میمونه که تمام پولای پشت سرش هم خراب میکنه.
که دیگه راه برگشتی وجود نداره. آره. میاد میگه این دیگه دین آخره و کامل ترینه. بعد تو میگی یعنی ما قراره همینجا بمونیم، یعنی زنا دیگه تا ابد نصف، اینا اون بچه های این شکلی. میدونی خیلی عقب میمونه که خیلی مثلا متاسفانه اینقدر از این چیزا اینجوریه که ببین حالا خلاصه این داستان چیزه نگرشه. من یادم میاد یه بیماری داشتم ایران، یه دختری بود که 6 سالش بود و CP بود، سربرال پالسی داشت. اینهایی که بچه‌هایی که به دنیا آمدن برای مدت خیلی کوتاهی خون به مغزشون، اکسیژن به مغزشون نمیرسه و بعد زنده به دنیا میان، ولی کن مشکل هم حل میشه، ولی کن یک آسیبی به مغز میرسه که لایف تایم باشه. بعد محدودیت حرکتی شدید و بعد ایشون یه خانوم بسیار بسیار جسور، خیلی خانوم جسوری بود. این بچه و بچه های دیگش رو در حقیقت چون با همسرش که صحبت کرده بود، همسرش خیلی چیز نداشت، همسرش خیلی مثلا پای همراهی با خانومش رو نداشت و یه شرایطی هم داشتن که تقریبا دیگه اینا عملا از هم زندگیشون هم دور شده بود و اینا. و مثلا خانمه گفته بود که آقا بیا با هم بریم تهران، این بچه رو یه کارش بکنیم، مثلا بچه رو ببریم گفتار درمانی بکنن، حرکت درمانی بکنن، چنین کنن، چنان کنن، فلان کنن. و آقای نپذیرفت رو. در نهایت اینها به صورت توافقی از هم جدا شده بودن، طلاق گرفته بودن. این بچه به غیر از این که CP بود اپیلپتیک هم بود، سر هم داشت، به خاطر سرش میومد، چون اکوپانکچر برای سر خیلی چیز موثره. میومد پیش من و خیلی هم خانم زیبایی بود. این خانم خیلی زیبا و جذاب بود. بعد میگفتش که من تقریبا همه دوستام رو از دست دادم، همه دوستام بدون استثنا. بعد از این که من از همسرم جدا شدم رابطهشون رو با من قطع کردن، به خاطر اینکه دوستان من از شوهراشون میترسن یا برای شوهراشون میترسن. و بعد خانم خیلی هم دست به قلم بود، شاعر بود، خیلی خیلی خانم عجیبی بود، خیلی با استعداد بود. بعد مثلا وقتی حرف میزد میگم مثلا با بعضی از اینا من مثلا 20 سال دوست بودم، از بچگی دوست بودم. و بعد نمیدونم مثلا چقدر برخورنده است این رفتار که مثلا تو من رو چه جور یعنی در رابطه با من میدونی به چه نتیجه گیری رسیدی، من چه تفاوتی کردم الان که یک مرتبه فقط صرفا به خاطر اینکه دیگه مردی در کنار من نیست الان تو روابط رو من قطع میکنی. بعد یه بار یادم میاد که خیلی ناراحت بود، چون ببین در کلینیک اکوپانکچر بیمار وقتی که میاد باید تقریبا حدود نیم ساعت بشینه، تو این سوزن‌ها رو بهش بزنی و بعد بردارین. تو نیم ساعت همه با هم گپ و گفت میکنن و صحبت میکنن دیگه. حالا بیمار ما که بچه بود نمیتونه صحبت بکنه، همراه بیمار مادر. یه روز اومد و خیلی چیز بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم که چی شده، چرا اینا؟ گفتش که من یه لباسی دادم بدوزم برام یا مثلا تنگ کنن یه اتفاقی یه چیزی بیفته و اینا. و بعد من اون آقای خیاط بهش خیلی اصرار کردم که من اینو خیلی سریع احتیاج دارم این لباسا رو. و اونم انگار که مثلا میخواد به من لطف بکنه گفته بود شب میای، اگر شب بیای من میام که تو پروف بکنی و اگر اوکی باشه مثلا لباسو بهت بدم زودتر اینا. و میگم من که خب شب بخواستم برم این بچه رو که نمیتونم بذارم توی چیز، نمیتونم بچه رو بذارم توی خونه، بچه مشکل داره دیگه. بچه رو برداشته بود رفته بود پیش آقای خیاط و بعد وقتی وارد شد آقای خیاط مثل فیلم های عود گذاشته بود و شمع و لباس خواب و ربدوشان و چه میدونم
احتمالاً لوبریکانت و کاندومی و موسیقی فلانی و نور صورتی. بعد خیلی مثلا بعد میگفت ببین من اصلا با این بنده خدا نه آنچنان مثلا ما کلا 3-4 مرتبه هم دیدیم، فقط این آقای یهو متوجه شد که من چیزم خیاط خجسته دلخوشی بوده. طلاق گرفتم. همین که من طلاق گرفتم بعد این خیلی ناراحتش میکرد که میگفت آقا من طلاق گرفتم، شما نباید یه مزه بکنی ببینی آیا من تمایلی دارم، مثلا من دوست تو هم و تو از من میخوای روابط من قد. تو نباید اول ببینی میدونی بیهیویر من چه شکلیه، من چجوری در جامعه ظاهر، مثلا من نگاه هم تغییری کرده، رفتار من چجوریه. یعنی همین که تو بدونی من میگه اوضاع خراب هست ولی اون خراب اسخول بوده. همین که دیگه تو فکر کنی به همین که تو فکر کنی مثلا من طلاق گرفتم دیگه خب تمومه دیگه، بذار شب میای. اینی که داره میگه نشون دهنده اوضاع خراب جامعه نیست، این نشون دهنده خیاط کسخله. البته اینم بهت بگم این داستانی که دارم تعریف میکنم مثلا مال 26 سال پیشه، شاید یه دارم جا چیزتر، ولی حاجی آره یاد خیاط راس افتادم توی فرندز. خیلی دیگه ناشتی و احمق بوده. این کم بنده خدا نشون میده که زمان زیادی رو تو محیط خیاطی تنها مونده، یه چیزایی به گوشش خورده بوده از اون وقایع اصلی جامعه خبر نشه، مثلا فکر می‌کنه اینجوریه. ببین یه موضوعی هم که بهش اشاره نکردیم و فکر می‌کنم باید اشاره بکنیم اینه که خب خانم معمولاً وقتی که جدایی صورت میگیره خانم ها با مشکلات عدیده اقتصادی هم روبرو میشن، به لحاظ اینکه در جامعه ما در طبق قانون ما اموال نصف نمیشه. خب در جامعه ما اموال نصف نمیشه، میدونی در حقیقت در جامعه ما طبق دوباره شارع مقدس اسلام اصلا زن دخلی نداره در اموال مرد. اون آخونده رو گذاشتم که اون روز میگفتش که این مال مرده مثلا به شما چه ربطی داره مثلا از این حرفا. و بعدم معمولا داستان مهر رو آوردن که داستان مهرم دیگه انقدر فانتزی شده و انقدر عددا رفته بالا و انقدر چیز شده که عملا پرداخت نمیشه، اصلا معلوم نیست چی به چیه. اینه که دوباره خانم وقتی که طلاق میگیره با مشکلات خیلی شدید اقتصادی معمولا روبرو میشه، به خاطر اینکه خب دوباره تا بخواد بره جای کار بکنه دوباره همه اون اتفاقات و همه اون داستان ها و همینجوری هم از اموالی که مثلا در اون زندگی مثلا چیز شده تحصیل شدم که چیزی بهش تعلق نمیگیره. حالا دیگه اگر مهریه‌ای باشه یا نباشه که معمولا اون برم که خیلی خبری نیست و خیلی سخت میشه، میدونی خیلی سخت میشه داستان. اینم دوباره موضوع دیگه ایه، یعنی اینم دوباره به همه اون شایعات و اون حرفای قبلی هم دوباره چیز میکنه، سایه میندازه، میدونی دامن میزنه. اینم خیلی سخت میکنه قضیه که برای آقایون باز این شکل نیست دیگه معمولا. ببین مسلماً من اولش هم گفتم، یعنی تبعات وقایع اجتماعی روی زندگی زن و مرد همچنان حالا با تمام پیشرفتی که جامعه ایران تو سالهای اخیر خصوصا کرده باورجاست و این نگاه از بالا به پایینی که مردا به زنها دارن و این امکاناتی که همچنان در اختیار مرداست و واقعا من فکر می‌کنم لااقل قشر شهری و یه مقدار روشنفکر امروز ایران مرداشون راضی نیستن به داشتن چنین حقوقی، به خاطر اینکه در شرایط عادلانه و انسانی شما هر حقی که بهت بدن در مقابلش یه سری تعهدم خشونت میذارن دیگه. خیلی وقتا واقعا ما نگاه میکنیم میبینیم خود مردا از تعهدایی که روشونشونه دیگه خستن، میدونی، یعنی چون نتیجه همین تفکرات از یه جای دیگه تو پاچه مردا هم میره دیگه. میدونی شما وقتی که یک زنی رو بیاری تبدیل بکنی به
وسیله دست مرد، عملا یه عالمه از مسئولیت‌های زندگی همونم از رو دوشش برمی‌داره میندازه رو دوش مرد. بعد مرده به خودش میاد می‌بینه یه بخشی از عمرشو داره صرف امورات آدم دیگه ای میکنه، در حالی که خودش پروبالا اون رو چیده و در اون موقعیت فرارش شده. اصلا میگه اصلا من یعنی ببینید معقول که نگاه بکنه به دور از تعصب و غیرت و این کس شعرها، می‌بینی که اصلا اون پس خودش بابت خیلی از امورش برمیاد و این داره عمرش و داراییش و دارایی که میگم نه حالا الزاما پول، آنچه که در اختیارشه و حق استفاده ازش رو داره، صرف موضوعاتی میکنه که اصلا برای خودش نه نفعی داره نه فایده‌ای داره و فقط عمرش رو حرام میکنه. و ببین پیکاسو، من حقیقتش یه چیزی بگم، شاید تو زندگیم من کلمه‌ای بهتر از تعادل پیدا نکردم. یعنی میدونی ما وقتی تعادل رو به هم میزنیم، همه این اتحادی هر چی مصداق تو پیدا بکنی میبینی تهش میرسه به تعادل. یعنی وقتی تعادل یک جامعه به هم بخوره، این میشه که نسبت ها معنی های عجیب غریب و بی ربط پیدا میکنن، روابط شکل دفرمه و بلا استفاده پیدا میکنن، تعاریف کلمات میاد روی مثلا معانی چرت و پرت قرار میگیره، بعد مصادیقی که میخوای برای اون تعاریف انتخاب بکنی میبینی متعارضه. در نتیجه ولی ما دائما داریم این کارو میکنیم، یعنی ما داریم تعادل همه چی رو به هم میزنیم و نمیدونم یکی از دلایل عمده‌ش هم اینه که چون ما ملت خیلی منفعت طلبی هستیم، حتی در جاهایی که میدونیم که داریم تعادل رو به هم میزنیم، وقتی که میبینیم یک منافع جزئی که واقعا شاید در طولانی مدت همون به هر جا تعادل رو به هم میزنی یک جای دیگری یه دفیسیت میگم. مثلا تو نوک دماغتو میبینی الان داری مثلا به یکی زور میگی، داری یکی رو محدود میکنی فلان میکنی و نمیگی در بلند مدت خودتو اسیر داستانایی داری میکنی که اصلا بهت مربوط نیست و در نتیجه اینجا میشه که میبینیم مصداقاش هزار و یک چیز میتونه باشه که الان این موضوع ما یکیشه و کاش که واقعا این کارو نکنیم. و بعد از این گذشته واقعا راجع به این موضوعی که داریم حرف میزنیم خیلی مهمه این که همه این حرفا، چون ببین حالا حقیقتش من خودم یه عمدی دارم در گفتن این چیزی که الان میخوام بگم، نه الان کلا اینکه ما راجع به هر چیزی که صحبت میکنیم الزاما به معنی این نیست که حتی خودمون هم توان انجامش رو داریم. یک کاش که تلاش بکنیم انجام بدیم ولی خیلی وقتا واقعا دونستن حتی یه چیزی با انجام دادنش متفاوته. یعنی اینکه تو در موقعیت قرار بگیری و بتونی در اون موقعیت اون کاری که باید رو بکنی، اون مهمه و اون حتی بیش از دونستن اون مسئله مهمه. در نتیجه اینکه همین چیزایی هم که ما الان داریم میگیم، اول از همه خودم و تو ای کاش که لحظه به لحظه تو ذهنمون باشه و سعی کنیم نه راجع به الان و این بحث، راجع به هر بحث دیگه ای هم که کردیم سعی کنیم انجامش بدیم، یعنی اینو بیاریم توی رفتارمون. چون اگر تو رفتارمون بیاد، یعنی الان ما چه می‌دونم 200 نفر آدم 220 نفر آدم الان در این لحظه داریم ما هم حرف میزنیم، همین 220 نفر آدم اگر یه ذره از این چیزایی که امشب میگیم و واقعا باور بکنیم و بیاریم تو رفتارمون، این میتونه نتیجهش این باشه که حداقل یه نفر آدم در اطراف ما از امشب به بعد اگر دوچار مثلا چنین شرایطی بود، اگر متارکه کرده بود، اگر بیوه شده بود، اگر به هر دلیلی یک رابطه رو از دست داده بود، این حس بهش از رفتار ما دست نده که الان به ته یه خطی رسیده، به ته یه جاده‌ای رسیده و الان مثلا براش یه پایان دنیایی مثلا ترسیم شده. چون واقعا آدمیزاده نه راجع به این موضوع، راجع به هر اتفاق دیگه‌ای اشتباه میکنه، از اشتباهش درس میگیره و سعی میکنه اشتباهشو تکرار نکنه و بالاخره ما این رو نمیتونیم منکر بشیم که هر کدوم از ماها هر میزان هم که آدم خوبی باشیم بالاخره آدم بعد قصه یه نفر حداقل هستیم. پس در نتیجه سعی کنیم اینو تکرار نکنیم. ببین همیشه یعنی دو تا پرسپکتیو وجود داره، شما یا داری نگاه میکنی یا دارن بهت نگاه میکنن. اولا اینکه خیر الامور اوسطها، اینو شنیدی؟ یک حدیثی که خیلی بانمکه بود. و بعد ببین یکی اینه که الان شما مثلا جدا
تصمیمی گرفتی جدا شدی بنا به هر دلیلی. یکی اینه که برگردی و ببینی که این تصمیم و این اتفاق که احتمال خیلی زیاد اتفاق خیلی مثلا شیرینی هم نیست، برای تو پایان نیست و میتونی هنوز ازش دوباره درس دیگری بگیری، زندگی دیگری شروع کنی، شروع دیگری داشته باشی، موضوع دیگری داشته باشی. یه موقعی ما مشاهده کننده آدم هایی هستیم که چنین تصمیم هایی رو گرفتن و بعد ما یک ایمپکتی روی اونا داریم. یعنی حالا ما شروع میکنیم نگاه کردن که خب جدا شدی، حالا چی شد، حالا چیکار کردی، حالا مگه چقدر بد اخلاقی کردی، مگه چیکار کردی، خیانت کردی، دروغ گفتی، دزدی کردی، چی کردی. و در هر دو جایگاه ما همیشه باید به این موضوع توجه بکنیم. یعنی یکی این که در رابطه با خودمون و دو این که در رابطه با دیگران، و خیلی اوقات این دوتا در یک ارتباط متقابلن. یعنی خیلی وقتا ما انقدر یک چیزی رو با آدم ها امپوز میکنیم، بهشون هی فشار میاریم، بهشون تلقین میشه، انگار یک موضوعی گردنشون انداخته میشه و بعد ناخودآگاه این حساب در جامعه به وجود میاد دیگه. یعنی خیلی وقتا ما اصلا این شانس از آدم ها میگیریم. یعنی طرف مثلا یک تصمیمی گرفته در زندگیش پر مخاطره، چند وقت پیش تو این سوال و جوابا که میگفتم که مثلا چی میگن، پرسش پاسخ های توی استوری، یه دوستی برای من نوشته بود که مثلا من شرایطم اینجوریه، بچه 5 ساله دارم، فلانم، 20 سالم، چیم، و بعد چیز ندارم با همسرم، مثلا توافق و تفاهم به هیچ وجه نداریم و داره به بچه‌م آسیب میرسه و تصمیمم گرفتم میخوام جداشم، یک چیزی به من بگین که مثلا منو کمک کنه، مثلا منو قوی کنه. و بعد من براش نوشتم که اگر شما با وجود اینکه میدونی شرایط ایران چه شکلیه دیگه، خانم بودین که بر من نوشته بود، و بعد میخوای جدا شو، این حرفا، تصمیمت رو گرفتی و تا اینجا آمدی، already تو آدم قوی هستی که تونستی تا اینجا بیایی. چه بسیار آدم هایی که میشینن و این سد بزرگ رو نگاه میکنن و میگه مشکل مگه یکی دوتاست، حالا اصلا مگه منو طلاق میده، حالا طلاق گرفت کجا برم، خانواده‌ام مگه من رو میپذیره، بخواد بپذیره چه رفتاری قراره با من بکنه، دوباره قراره برگردم برم مثلا این زمان بچگی جواب پس بدم، کجا میرم چیکار میکنم، مردم چی، جامعه چه نگاهی به من داره، کار چی، درآمد چی، موضوع چی، هزاران موضوع براش پیش میاد دیگه. و وقتی شما این تصمیم رو گرفتی یعنی اولی تو آدم قوی هستی، میدونی. و این موضوعه، یعنی ما هر کدوم اینکه فکر بکنیم که خب این مسئله برای من که به وجود نیومده، من که جدا نشدم، که من که این تصمیم رو نگرفتم، از حرفایی که داره راوی میزنه چیز نیست، به من مربوط نمیشه. چرا اتفاقا؟ چون در یک جایی تو با آدمی مواجه میشی که چنین تصمیمی گرفته و اونجا رفتار ما در قبال آدم ها بسیار موضوع حائز اهمیتیه. اینکه ما چجوری در مقابل دیگران مسئولانه رفتار میکنیم یا نه، و بعد در قبال خودمون. کاملا موافقم. من میگم واقعا همین حرفا و این بحثا، حالا جدا از شوخی و جدیش، اگر یه قدم ما رو توی انجام این کارا کمک بکنه، واقعا این لایو و این وقت گذاشتن و بچه‌هایی که بیدار موندن و حالا ما که اومدیم اینجا نشستیم، فکر می‌کنم رسالت بشه انجام. من دم شما گرم. آقا بسیار سپاسگزارم از اینکه آمدین. نکنم به بچه‌ها. آها اون نشون بده. آقا اینا یه سری لگوه قشنگ ببر جلو ببینم. این لوستر من افتاده توی اون، حالا لوستره آخه خیلی برام جلو اون لوستره میافته. آره توی چی؟ آره. اینا از ایران من آوردمش، از ایران داشتم آوردم اینجا قابشون کردم. خوبه. اینا رو از توی حالا اینا ولی
بگو که اینا رو از توی لپ لپ نیست دیگه، اینا لگویی که از یک جایی لگو سری میکسله، اینا بهشون میگن میکسل دیگه، هم تولید نمیشه، نمیدونم چرا متوقف شد، یعنی جدیداش نمیاد. ساختن هر کدومش چقدر زمان میبره؟ کم اینا یه کوچولو. بعد یه چیز بامزه بهتون بگم در مورد اینا، و البته کلا لگو میدونید که یه تعداد مشخصی تولید میکنه، تکرار هم نمیکنه، در نتیجه وقتی بمونه دیگه وقت قیمتی میشه. میگم شما یه فیگور آفریقایی یا آمریکایی جنوبی هم داری؟ آره، ولی اون قسمت معروفش الان جدا شده، چون برای استفاده به کمپ منتقل شده بود و خوشم میاد که سولی سریع گرفت. آره سریع هم بهشون بزن. خیلی خوب، یه وقت دیگه باشه. بچه‌ها دمتون گرم و مرسی که ممنونم، بیدار بودید، ما رو تحمل کردید و سپاسگزار، متشکرم از شما. طبق عرف در این لایو اگر دیگه اجازه بدین، درود و صد بدرود، بوس به کله همتون.